احذر احذر من أسباب الغفلة، احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة، فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد الرحلة. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد الله را که پروردگار جهانیان است. پروردگارا بر پیامبر صلوات و سلام و برکات بفرست. همچنین به خاندان پاک سریشت، صحابگانی که پیشوا و با برکتند، همسرانشان که مادران مؤمنانند، بر ما هم همراه ایشان با لطف و مهربانیت صلوات بفرست و تو مهربان ترین مهربانانی. اما بعد، برادران و خواهران، الله همه شما را نگهبان باشد. با فضل الله تعالی ما تا حالا با هم درباره نشانه ها، سبب ها و درمان غفلت سخن گفتیم و صحبت ما در این نشست درباره نشانه از نشانه های دردناک غفلت است که خیلی زیاد در جامعه پهن گشته است. این نشانه عادت کردن به گناه می باشد. ماذا تقول؟ أقول إلف المعصية، ألف المعصية يألفها. یعنی چی؟ عادت کردن به گناه یعنی اونس گرفتن با گناه و دوست داشتن گناه و انجام آن و آرزوی گناه کردن. بنده تنها بعد طی کردن چند مرحله به این حالت خطرناک می رسد. انسان در اولین مرحله وقتی گناه انجام می دهد، قلبش به لرزه می آید و از الله تعالی می ترسد. سپس آهسته آهسته این لرزش از بین می رود و این ترس کم می شود یا تماما از بین می رود. سپس وقتی گناه می کند، آن دردی که در قلبش احساس می کرد دیگر احساس نمی کند. سپس گناه را دوست می دارد و به آن عادت می کند و آن را تکرار می کند و به آن انس می گیرد. سپس آن را دوست می دارد، سپس آن را آشکارا می کند و بالاخره به انجام آن دیگران را دعوت می کند. نیست قدرت و توانایی بجز از قدرت و توانایی الله. همان گونه که در حدیث صحیحی که ابو داود و ترمذی از ابو هریره رضی الله عنه روایت کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر وقت بنده یک گناه می کند، در قلبش یک نقطه سیاه پیدا می شود. وقتی بنده یک گناه می کند، در قلبش یک نقطه سیاه پیدا می شود و اگر توبه کند و از آن گناه دست کشد و استغفار کند، قلبش پاک کرده می شود و اگر دوباره آن گناه را انجام داد، آن نقطه سیاه دوباره پیدا می شود و اگر زیاد گناه کند، آن سیاهی زیاد کرده می شود تا جایی که تمام قلبش را سیاه می کند و قلبش زنگ می زند. سخن الله تعالی را بخوان که چی می گوید. هرگز چنین نیست، بلکه آن عملهای بدی که می‌کردند بر قلب‌هایشان زنگ بسته است. هرگز چنین نیست، به درستی که آنها آن روز از دیدار پروردگار خود محروم باشند. آه از خطر گناهان. برادران و خواهران، چه چیزی
سبب خارج شدن آدم و حوا از جنت شد؟ چه چیزی سبب رانده شدن ابلیس از رحمت الله شد؟ چه چیزی سبب هلاک شدن فرعون، قارون و هامان گردید؟ چه چیزی سبب هلاک شدن قوم نوح گردید؟ چه چیزی سبب هلاک شدن قوم عاد گردید؟ چه چیزی سبب هلاک شدن قوم ثمود گردید؟ چه چیزی سبب هلاک شدن قوم صالح گردید؟ چه چیزی سبب هلاک شدن قوم لوط گردید؟ چه چیزی سبب پیدا شدن فساد در خشکی و دریا گردید؟ چه چیزی سبب گرفتار شدن امت به حالتی که همکنون می‌بینیم گردید؟ جواب این سوال‌ها و سوال‌های بسیاری دیگر در یک کلمه است. بله، یک کلمه، و آن معصیت یعنی نافرمانی است. معصیت سبب بدبختی در دنیا و آخرت است. الله تعالی می‌فرماید فساد در خشکی و دریا پیدا شد به سبب آنچه دست مردمان به عمل آورده است. همچنین الله تعالی می‌فرماید اگر الله مردم را به سزای آنچه انجام می‌دادند گرفتار عذاب می‌کرد، هیچ جنبنده بر روی زمین باقی نمی‌ماند. همچنین الله تعالی می‌فرماید و الله داستان ده را بیان کرد که امین و آرامیده بود. روزی آن به کشادگی از هر جایی به او می آمد. پس به نعمتهای الله ناسپاسی کردند. پس الله به سبب آنچه می کردند گرسنگی و ترس فراگیر را به آنها چشانید. همچنین الله تعالی می فرماید به درستی قوم سبا را در مسکنهایشان نشانه بود. دو بستان از جانب راست و از جانب چپ. گفتیم رزق پروردگار خود را بخورید و او را شکر گویید. شما را شهر پاکیزه و پروردگار آمرزنده هست. پس روی گردانیدند. نیز قدرت و توانایی بجز از قدرت و توانایی الله. پس روی گردانیدند یعنی از شکر. پس بر آنها سیل تند فرستادیم و به جای دو بستانشان دو بستان دیگر به آنها عوض دادیم، دارای میوه های بدمزه و دارای درخت گز و مقدار اندک از درخت کنار. اینچنین آنها را به سبب ناسپاسیشان سزا دادیم و ما بجز ناسپاس کسی را سزای بد نمیدهیم. این عاقبت معصیت است. برای همین در حدیثی که ابن ماجه و حاکم به سند حسن روایت کردند از ابو هریره رضی الله عنه نقل است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ای گروه مهاجرین، 5 خصلت بد است که اگر به آنها مبتلا شدید و این صفتها در میان شما پیدا شود و من به الله پناه میبرم که این خصلت‌ها را داشته باشید. هرگاه گناه و فحشا و زنا در میان قوم آشکار گردد، آنگاه بیماری‌های در میان آن قوم به وجود می آید که در میان پیشینیانشان وجود نداشته است. شما در این حال ویروس‌ها و وباهایی را که تمام جهان را فرا گرفته است دیده ایستاده اید. لا حول ولا قوة الا بالله. قسم به الله که مبالغه نمی کنم. همه این به سبب انحراف از فطرت است. همه این به سبب بیرون شدن از منهج الله و پیامبرش صلی الله علیه و سلم است. بله، اگر گناه و عملهای فحشا در میان قوم آشکار شود و گناهی که آن را آشکار انجام دهند، آنگاه بیماری‌های در میانشان پدید می آید که در میان پیشینیانشان وجود نداشته است. هر قومی که در پیمانه و ترازو خیانت کند و آنها را کمتر از اندازه اش دهد و خشکسالی و زندگی دشوار و ظلم پادشاهان گرفتار می شود. هر قومی که زکات مالهای خود را ندهد دچار کمبارانی می شود و اگر به خاطر حیواناتشان نبود تماما بر آنها باران نمی بارید. هر قومی که عهد و پیمان الله و پیامبرش را شکنند، الله دشمن از بیگانگان را بر بالای آنها مسلط می سازد که بعضی از دارایی‌هایشان را هم می گیرد. هر قومی که پیشواها و امامانشان طبق کتاب الله حکم نکنند، آن قوم به جنگ داخلی گرفتار می شود. معصیت سبب محروم شدن از علم است. معصیت سبب محروم شدن از رزق است. بنده با معصیتی که انجام می دهد از رزق محروم می شود. امام مالک چقدر سخن زیبایی به امام شافعی گفته است. ای شافعی، من می‌بینم که الله در قلب تو نور افکنده است. پس آن نور را به تاریکی گناه و معصیت خاموش نکن. امام شافعی چقدر سخن زیبایی گفتند. و وقتی از فراموشی هم شکایت کردم، به من گفت گناه را ترک کن و به من گفت علم نور است و نور خداوند به انسان‌های گناهکار داده نمی شود. بله، زیرا که الله هیچ نعمتی را از قوم نمیگیرد تا وقتی که آن قوم حالت خودش را تغییر ندهد. پس عادت کردن به گناه نشانه از نشانه‌های خطرناک غفلت است. از الله تعالی می‌خواهیم که به سوی ما با رحمت نظر کند تا به سوی او بازگردیم و ما و شما را از گناه و معصیت پاک کند. همان او توبه پذیر مهربان است. سلام و درود و برکات الله بر پیامبرمان محمد و بر خانواده و اصحاب ایشان باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احذر من أسباب الغفلة. احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا
مهلة. فالموت يجيء بلا مهلة، دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة. وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى